سلمان من از این انگشترهای طلا دستش نمیکنه. نون ریشتو میخوری حاجی. الو حاجی شیشه چی کرد؟ دلمون اشکنی. شما؟ قسم خوردم کمرتو بشکنم. در خدمتم. خودتو معرفی کن. هیچکی نمیتونه منو بگیره حاجی. نمیخوام آرامش پسرمو ازش بگیرم. نه خیر، من از روی لیست خوندم. از روی لیست برنده شماره 076. نمیدونستم اینقدر هنرمندی. جسارتا من متوجه نشدم شما به خاطر عینک این کارو کردین یا اون شماره 076؟ هیچ کدوم. به خاطر خودش. میوه درست حسابی هم که نداریم. خیلی شرمنده. زحمت نکشید. خواهش میکنم. من مزاحم شما نمیشم خانم. اما باید به حرفای منم گوش کنید. اگر شما به خاطر من میخواید حمیدو از این مدرسه ببرید، من خواهش میکنم این کارو نکنید. من خودم میرم. خوبه؟ خسته نباشی. من ازت خواهش کردم منو درگیر کار جدیدی نکنی، تو هم به من قول دادی. ببین آقای نسبتا خوشتیپ، تو طرح امنیت اجتماعی که گیری پاچ کردیم، حالا یه فیلم ساده بهت گفتیم بازی کنی، اونم در نقش نیروی انتظامی، تا اون قلب رئوف و احساسات پاکش رو به تصویر بکشی و برای مردم مجسم کنی. فهمیدی؟ دوست عزیز، تو که بهتر از هر کسی میدونی من الان شرایط روحی خوبی ندارم. اگه بحث شرایط روحی باشه که هممون داغونیم. دیگه تو روانی‌تر از سردار رادان که نیستی که. ها؟ پیش مردم باید محکم باشیم و بی احساس، ولی گریه‌هامون رو یواشکی بکنیم. سخت خسروی قبول کن. بره بینیم بابا. فهم میکنه یول برینره. باره بابا قربون شکلت برم میرم پیش حاجی کاپور، میگم اون برام بازی بکنه. تو برو شرایط روحی تو درست کن. یول برینر یوگول. بابا حاجی تو چقدر بی‌ظرفیتی. خب اگه تا و تحمل این فشارهای نظامو نداشتی، خب بیخود کردی اومدی تو نیروی انتظامی. خب منم میفهمم سخته، میفهمم. نمیفهم. هیچ کس نمیفهم. هیچ کس نمیتونه درک بکنه. خب بابا بابات نمیفهمه. هر چه دهنش در میاد داره میگه گریه‌وی بچه ننه اوچولو موچولو. همچی فکر میکنه خیلی هم قشنگ داری بازی میکنه. این حاج کاپور داری بازی میکنی. آره بشین گریه‌تو بکن، من میرم پیش حاج کاپور. سری هم به خونه ها. سلمان. سلمان. الو سلام. خواهش میکنم. بله گوشی خدمتتون. سلمان بیا تلفن. حاجی داری ظرف میشوری؟ واقعا چقدر برخورد ارزشی میکنی تو. الان باید تلفن جواب بدم، اگر نمیشستم یه شکم سیر گریه میکردم. بله جان. الو سلام. امام شمایی؟ حالا شما ما رو نمیبینی خوشحال هستی؟ بله نه میام دم مرقد میبینمتون. دم مرقد میبینمتون. بله حاج آقا مشکینی سلام برسونید. قربانت. بله خدا امام بودا. ظرفا باید شسته بشن. سلمان بیا سلمان بیا. بسیجی ظرف نمیشوره گوره بابات گوره بابات. اخمونشو کجا میری الان بیا الان بیا. میخوام برم قبر امام اینو به کسی نگیا. کی گفته این کار زنه؟ وظیفه تو و منه. واقعا حاجی عجب جمله گفتی ها. واقعا من خودم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. اجازه بده من همینجا سریال رو قطع کنم
روح بینندگان عزیز، واقعا حاجی ای دقت کرده باشین تو این یه جملهش مسئله تساوی زن و مرد اونم بعد از سالها حل کرد. واقعا حاجی من الان جا داره که بشکه گریه کنم، ولی خب چون تو سناریو نیومده باید بگم که رو حرف امام حرف نزن نچسب به ما مثل کم. چیه؟ نخود چیه؟ از کم جمع کن میریم آقا، باشو باید بریم نهی از منکر. باشو بریم باشو. نه شروع شده استاد؟ بله. خانم محمدی. بله حاجی اومدم. یه لحظه. بله حاجی فرمایشی بود؟ لطف کنید به اون خانم بگید حداقل تو جلسه امتحان آدامس نجوه. ای وای حاجی ارزش های نظام به باد رفت، حتما میرم بهش میگم. ای وای ارزش های نظام، خاک بر سرم. خواهرم حاجی چی گفت؟ آها آدامس تو درست کن. نه حجاب تو بجو. وای یادم رفت، پس بام گم کردم. آدم سا من در نمیارم. ای وای ای عبار آقای میگه آدم سا در نمیارم، یکی یاد ما برسه. چی میگه آدم سا در نمیارم، ماشین گشت رو صدا کنین. فکر کنم آدم سا بادخورکی باشه. آجی به اون دادمو برسه. آجی آدم سا در نمیاره. آجی کجا آدم سا در نمیاره؟ یعنی چی؟ چه وضعشه؟ من اومدم امتحان بدم. ای وای میگه امتحان بدم. حاجی کجایی؟ ای وای میگه امتحان بدم. حاجی میگه امتحان بده. کجایی؟ خانم اینجا دانشگاه است، شما هم دانشجویید. دانشگاه قوانینی داره. یه دانشجو حق نداره طبق قانون دانشگاه اینجوری آدامس بجوه. حق نداره توی دانشگاه آرایش کنه. بله حق نداره نفس بکشه، حق نداره آب بخوره. همین شماها هستین که با جویدن آدامس ارزش‌های نظامو میجوین، فردا هم توف میکنین. 8 سال جنگ نکردیم که شماها آدامس بخورین که. حاج آقا حکم صادر کن. شما یا باید آدامستون رو بجویید یا باید امتحانتون رو بدید. این آخرین انتخابتونه، یا زندگی یا آدامس. حاج آقا من خودم خیلی تحت تاثیر این برخورد ارزشیتون قرار گرفتم. واقعا خیلی رئوفانه برخورد کردید. من میخواستم بگم تو بچگی یه بار آدامس خوردم، آدامس بادکنکی، 3 بارم ترکوندمش. لطفا حکم منم صادر کنین، منم به ترکونن. اسمتون چیه؟ حاج آقا اسمشو من دارم، پروندهش. اسمشو گوشته آناهیتا. چه اسم قشنگی هم داری خانم. اگه اینجوری اسم منم ماشاءالله تو خونه آناهیتا صدا میکنن. خانم دخترم من نگران شما هستم که این حرفو میزنم. شما بهتره نگران خودتون باشید. حاج آقا عجب برخورد انسان دوستانه کردید. واقعا نیروی انتظامی از صبح تا شب کارش برخورد انسان دوستانه است. ولی بعد جور بهتون ضد حال زد، از اون ضد حالای ارتحال بود. حاجی بهتره ته فیلم همینجا ببندیم. ولی خب من قبلش میخواستم تشکر کنم از این صدا و سیمای جمهوری اسلامی که این فیلم ضد استکباری رو ساختن. ما هم تو شرکت کردیم. حاجی بیبریم بشینیم یه شکم سیر گریه کنیم. اگه اهل قصه نیستی ای که شادی رو نگاه کن.